نظریه پنجره‌های شکسته یکی از نظریه‌های تأثیرگذار و بحث برانگیز در جرم شناسی و جامعه شناسی شهری است که بر رابطه بین بی‌نظمی‌های ظاهری، حس بیقانونی و افزایش جرایم تاکید دارد. این نظریه در سال 1982 توسط جیمز کیو ویلسون و جورج ال کلینگ در مقاله معروف با این عنوان مطرح گردید: ساختمانی با یک پنجره شکسته که تعمیر نشده است را تصور نمایید. این پنجره شکسته پیامی مهم به ساکنان و عابران ارسال می کند، مبنی بر بی‌توجهی، یعنی اینکه هیچ کس به این ساختمان ها و محیط پیرامون آن اهمیت نمی دهد. دومین پیام مهم یک پنجره شکسته تعمیر نشده به ساکنین و عابران نظارت ضعیف است، بدین معنا که هیچ نظارت موثری وجود ندارد. بیقانونی سومین پیام پنجره‌های شکسته تعمیر نشده است، بدین معنی که قوانین و هنجارهای اجتماعی در این محل رعایت یا اجرا نمی‌شوند. در چنین شرایطی طبیعی است که پنجره‌های شکسته بی‌نظمی‌های بیشتر را جذب می‌کنند. به عنوان مثال، افراد ممکن است با دیدن آن پنجره شکسته پنجره‌های بیشتری را بشکنند یا روی دیوارها گرافیتی بکشند یا زباله‌های بیشتری در محل بریزند. با استمرار وجود پنجره‌های شکسته تعمیر نشده و بروز بی‌نظمی‌های کوچک، به تدریج بی‌نظمی‌های بزرگ مانند ولگردی، نوشیدن مشروبات الکلی به صورت علنی، روسپیگری و مزاحمت خیابانی نیز بروز و افزایش می‌یابند. محیطی که مملو از بی‌نظمی‌های ظاهری است و حس بیقانونی در آن موج می‌زند، برای مجرمین بالقوه جذاب‌تر می‌شود. آنها این محیط را به عنوان مکانی با ریسک پایین دستگیری ارزیابی می‌کنند. این امر می‌تواند منجر به افزایش جرایم جدی‌تر در آن محله شود. ساکنان محترم و قانون‌مدار که شاهد فروپاشی نظم و افزایش ارتکاب جرایم هستند، احساس ترس و ناامنی می‌کنند. آنها ممکن است از حضور در فضاهای عمومی اجتناب کنند، نظارت غیررسمی را کاهش دهند و در نهایت محله را ترک کنند. این خروج فضای بیشتری را برای تسلط مجرمان و تداوم و افزایش بی‌نظمی‌ها فراهم می‌کند. این روند یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند: بی‌نظمی ظاهری، حس بیقانونی، افزایش بی‌نظمی و ارتکاب جرایم خرد، جذب مجرمان و افزایش جرایم سنگین، ترس و خروج ساکنان قانون‌مدار و در نهایت تشدید بی‌نظمی و افزایش ارتکاب جرم. در مجموع، نظریه پنجره‌های شکسته بر اهمیت نمادین محیط فیزیکی و اجتماعی و تأثیر حس نظم و بی‌نظمی بر رفتار افراد تأکید می‌کند. این نظریه نقش پیشگیری از جرم از طریق حفظ نظم ظاهری و ایجاد حس امنیت را برجسته می‌سازد.